صد شکر کردگار مسلمانم آفرید. صد شکر کردگار مسلمانم آفرید. السلام علیکم با کل بینندگان شبکه صدای امید و با کل مردمی که الحال ما را تماشا کرده ایستاده‌اید و با آن شخصیت هایی که در کامنت‌ها بهترین سخن های نیک را می نویسین و ما را دستگیری میکنید. خداوند خیرتان دهد. برادران عزیز، موضوع امروزه ما درباره امام مهدی است. امام مهدی کی است؟ کی می آید؟ از نسل کی است و چگونه می آید؟ درباره این موضوع خواهد شد. و چرا در امریکا یک جوان را به مثل امام مهدی تیار کرده ایستاده‌اند و در جستجوی امام مهدی هستند. از همین سبب تا آخر نوار با ما باشین. بهترین نوار خواهد شد و با دوستان خود بفرستید تا اینکه دوستانمان از این باخبر شوند. امام مهدی برای محاربه با دجال می آید که دجال را همگی ما و شما می دانیم که او شخصیت کی هست. امام مهدی را ام سلمه می گوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند مهدی این از اولاد من است، از فرزندان فاطمه است، این از پشت امام حسن، یعنی از فرزندان امام حسن هستند. امام مهدی در مکه منوره به دنیا می آید و جای وفاتش از روی حدیث حضرت علی رضی الله عنه در بیت المقدس، یعنی در فلسطین فوت کرده می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند دنیا به آخر نمی رسد شخص از اولاد من پادشاه نشود که نام او به نام من مانند است و نام پدرش به نام پدرم و نام مادرش به نام مادرم. امام مهدی الحال نبرآمده است. وقتی که امام مهدی به دنیا می آید رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند با او نظر کنین، نام مادرش آمینه و نام پدرش عبدالله و نام خودش به نام من مانند است، یعنی که امام مهدی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی مهدی می آید دنیا را چنان عدالت و انصاف فرا می گیرد که چنانه که ظلم فرا گرفته بود همه را دور می کند و عدالت را جاری می کند. و در باب مهدی چنان حدیث های زیادی هست که اگر همه اونها را به شما بیان کنیم چندین ساعت ها خواهد گذشت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند امام مهدی پیشانی پهمی دارد به مثل پیشانی من و تار بینیش بلند است به مثل بینی من. این امام مهدی می آید با این دشمن خدا محاربه می کند. نشانه های امام مهدی خیلی زیاد است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند چهرهش به عرب ها مانند است و جسدش به اسرائیلیت و در رویش یک خال دارد که به مثل ستاره درخشان است. این هم بود نشانه های امام مهدی که در آخر زمان می آید با این دشمن خدا می جنگد و بعداً قوتش که نمی رسد حضرت عیسی علیه السلام برای کشتن دجال می خمد. و نشانه های قیامت خیلی زیاد هستند. یک چند تاش باقی مانده است که یکی از نشانه هاش این امام مهدی و دجال و احجوج محجوج است. وقتی که امام مهدی می آید او پادشاه می شود، همه را در اطاعت خود می گیرد. اگر ما و شما دنیا را با آخر رسیدنش را خواهید که فهمیم، همین امام مهدی که در سری وظیفه نشست، یعنی که پادشاه که شد، نام پدرش عبدالله، نام مادرش آمینه و چنان نشانه هایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند در همین نشانه ها باشد، بدانید که دنیا به انجام رسیده است و امروز فردا به آخر می رسد. بعد که حضرت عیسی علیه السلام برای کشتن دجال می آید میگه 7 سال چنان سیر پری می آید که اگر به انسان خیر بگه خیر تقبل نمی کند. با بعد او میگه 7 سال دیگر چنان خوشسالی می آید که یک کله گاو چندین خانه اگر طلا هم داشته باشی می ارزد. انسان گرسنه می ماند. همه اینها را به شما خواهیم فهمانید. و یک قوم پیدا می شود میگه که اون قوم اوریان می گردد، همدیگر را به مثل حیوان ها می رسند، یعنی که بی لباس هستند، زن و مرد بی لباس بودند. چگونه که حیوان به حیوان می رسد در راه رو، اونها هم در راه رو در همه جا میخه
اوریان هستند و با همدیگر میرسند. این هم نشانه های قیامت است برادرانی عزیز. و در باب قیامت هم ان شاء الله موضوع خواهیم کرد. سبب درباره امام مهدی صحبت کردن ما در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب و دیگر شبکه‌ها، در امریکا یک جوان را یعنی که به مثل امام مهدی تیار کرده ایستادند، خودشان خال گذاشته ایستادند. اونها تا اندازه به عقل مسلمان ها را حساب کردند که نمیدونند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشانه های امام مهدی را همه را گفته است و اونها هم از روی همین نشانه های رسول خدا صلی الله علیه و سلم گرفته ایستادند و نمیدونند که او از نسل حضرت فاطمه هست. از همین سبب این نوا را کردیم که تا اینکه در فتنه مردم نیفتد، باور نکند. اونها دشمن دین و اسلام هستند. اونها نمیخواهند که اسلام پیش رفتن گیرد و همیشه فراموش نکنید اسلام پیش صف است. اسلام در همه جا غالب است. اگر وقتی که جهاد شود میگه یک مسلمان باقی ماند، ان همون مسلمان غالب میباید. این وعده خداوند است که مسلمان ها غالب می آیند. اگر همه مسلمان ها وفات یابد، یک مسلمان در دنیا ماند، همون مسلمان غالب می آید. برای چی گفتیم که صد شکر کردگار که مسلمان هم آفرید. ما باید شکرانه خداوند کنیم که ما را مسلمان آفریده است و امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. در این باید که ما و شما شکرانه کنیم. نوار امروزه ما هم به انجام رسید. خداوند یار و مددگاری هر یکی ما و شما باشد. در حق دوستتان صدای امید با دعا باشید تا نوارهای آینده خداوند یار و مددگارتان باشد.